маълумоти ҷолиб дар бораи клип тарона дар шоу барномаи Шабоҳанг бо Парвиз Юсуфӣ. Шабоҳанг дар ютуб канали Юсуфи Тюб. филми ватанӣ беҳуда хӯрам мекунӣ ва бедил. ин ду филме аст ки тавонист ба миллионҳо нафар мардуми тоҷик писанд омада бошад ва дар ин филм бошад нақши асосиро боз ҳам қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо Фарзонаи Файз бозӣ кардаги ҳастад. хуб ин лаҳза мехостем акнун атрофи ду филме ки шумо нақш офаридед ва ман бовар дорам ки нақши мушкилтаринро ба шумо дода буданд, атрофи ҳамин ҳам суҳбат шуда бошем. умуман чӣ сабаб шуд ки Фарзона ба филм, яъне нақш офарид ба филм роҳ ёфт? میدونید چندین بارها این سوال ها شدن و وقتی که من دانشجو بودم اونجا من رو انتخاب کردم، بعدا دعوت کردم طلب شما کناف نزدیان ها آمدن و طلب شو با همراه کسی رو جدی غفوری، یعنی گفتن من نازنینم رو پیدا کردم، دختری که من میخواستم در فیلم من نقش بیاورد اکنون همین است نازنین. یعنی شما رو انتخاب کردن؟ یعنی من رو انتخاب کردند. طلبشون نازنین خود را وقتی که شما رو دیدن علاقه پیدا کردن؟ نازنین میجستم ولی پیدا کردم. خب چی مشکلی ها بود در فیلم؟ یعنی من فکر میکنم فیلمی بیهوده خورم میکنی این فیلمی اولین است برای شما که شما نقش آفریدید. از جا میدونید همه نقش آفریدن این مشکل است و برای من نمیدونم برای چی باشد مشکلی نداشت و تنها همون وقتایی که به دیهات میرفتیم ثبت میکردیم همون لحظه ها من کمتر زیق میشدم چون که من میخواستم اینجا دوگانه‌ام بودم یک مقصد چی میگن؟ سیر و گشت با دوستان باشه با دوگانه باشه. وقتی که ما به دیهات رفتیم 2 ماه در اونجا یک ماه بود به فکرم اونجا بند شده و من همه قدر کمتر زیق میشدم. عموما وقتی که شما رو دعوت کردند و نقش همین دختری دیهاتی رو بازی میکنید شما رد نکردید؟ که اونجا یک دختره که عادی دیهاتی بدون مکیاژ گوید؟ نه رد نکردم. راضی بودید؟ راضی بودم. و به شما پسند بود؟ من نقشی که شما در همون فیلم بازی کردید به شما پسند بود؟ من یک چند بار زیق شدم و طلب شد گفتم چرا در اینجا چند نفر هستند که مقصد چه دخترای بای رو بازی کردن چی با من یک نازنین دیهاتی یک دختری قدر عادی گفتن فرزانه تو خب کن این انتخابی من هست مامان میدونم که تو موفق میشوی من طلب شروع گوش کردم خب بتکشیدم شما رو کمی عالده کردن شما راضی شدید من درباره فیلمی بیهوده خورم میکنی چقدر گویم کم است زیرا یک فیلمی است که در حقیقت بهترین درباره فیلمی بدیل چی میگویید؟ در بیهوده خورم میکنی شما نقشی دختری دیهاتی رو بازی کردید و در بدیل باشد باز تقدیر رو بینید که جوگی دختر رو خیلی باز چی بگم با اینش هم شما راضی بودید؟ بله طلب شما رو دعوت کرد و چون که من با همراه آنها یک فیلم نقش کرده بودم اینش رو پیشنهاد کردم و بعدا سناریو رو بودم و خانه خوندم و گفتم چرا من لولی میشدم بعدی که نازنین بودم بعدا لولی میشدم بعد سناریو رو خوندم و گفتم من نقش رو میفهم از اودش میبرایم. من چی شد که شما در حقیقت چنان بازی کردید در حقیقت جوگی دختر باشید؟ طرز گپ زدی من طرز رفتار شما بسیار مانندی داشت. میدونید من اینقدر استادا رو احترام میکنم دوست میدارم و من نمیتونم در نزد آنها سخن کردن که چون که من هنرمند یا اصیل هستم و من چون میبینم از مخلصانم میفهمم که چون من نقش رو بهتر میگذارم و میدونید وقتی که من سناریو رو به دست میگیرم میخونم و اونجا در همون نازنین دختر دیهاتی لولی دختر بابونه من همون خودم رو تصور میکنم وقتی که من به ثبت همین فیلم میروم
اونجا من 1 ماه من میشوم خود دهات بود خود جوگی قشلاق جوگیان بود اونجا من میشوم چون که من میآموزم از آنها وقتی فیلم بیبی رو نصب میکردیم و وقتی در قشلاق جوگیان رفتیم اونجا من با همراه آنها شدم هر یک لحظه که مردمی ما در دیگر کار بودن خوراک میخوردن و هر سو با تلفن صحبت میکردم من اونجا از دخترای جوگی چی میگن میآموختم یک کاری که آنها میکردن من نگاه میکردم میآموختم چون که من باید از رای نقشم و پورکی برایم. خب فرزانه قلمفر رو دوست میداره؟ بله. برای دوست میداشته؟ بله. زیرا نمیدونم نه 10 تاش رو 1 تاش رو یکی در فیلم چند دارد به شما علاقه قلمفر خورده؟ من شماریده بوده؟ چند لحظه ها بودن و من قدر تیز است قلمفر تند است بدن میفتم تیز است باز خیلی کوشش میکردم بیمار نشده دست خوردن قلمفر؟ از این برمیاد که قلمفر رو فرزانه پیش از اونی که به فیلم نقش آفریدن باز خورده بودن و دوستش هم میدارن و اگر این اصلا قلمفر بیاریم میتونه خورده چون که علاقه نقشه شاید 20 سالش رو پر کردید در فیلم. بله. خوب به فکر شما با فیلم نقش آفریدن مشکل است یا اینکه سرود خواندن؟ من فکر میکنم که اگر هنرمند باشی باز یک بار دیگه میگویم مشکلی ندارد من ذوق دارم دوست میدارم و میدونید همون کارم به ذوق میروم نمیفهمم بیا سوال رو اینطور میکنیم کدام از اینها رو بیشتر دوست میداره؟ با فیلم نقش آفریدن رو یا که سرود سرایدن؟ هر دو رو. اگر که شما رو دعوت کنم باز با فیلم اشتراک میکنه؟ فیلم خوب باشد زندگی نقص باشد البته چرا؟ پس ایجاد چی میشود؟ ایجاد هم میکنم. هر دویش یک باره؟ هر دویش یک باره. و روزی هستید که باز با فیلم اشتراک کنید؟ البته. مشکل نیست برایتان. من پس از اونی که شما برنامه 2 فیلم بازی کرده و اون وقت من بدونم که سرود هم میسرایده. ولی پیش از فیلم بازی کردن شما سرود میسرایده و با فیلم رفتید اشتراک کردید بعدن کمی تنفس هم بود. آره دار شدم. برای همین تنفس برای همین سبب. بله. من خیشان دوستان باشن وقتی که پس از اونی که همین فیلم پیشکشی مردم کردید مسخره نمیکردن یا اینکه دیهاتی نمیگفتن یا اینکه جوگی دختر نمیگفتن؟ نه فیلمی بیهوده خورم میکنی رو چون که اون قدر مردم رو عشق ریختن گریه کردن و هیچ چیز نمیگفتن تنها نازنین دیهاتی میگفتند و وقتی من رو میدن حواس میخوردن برای من سیخ میشدن چون که من اول در قید حیات بودم نبودم. فیلمی بیدیل رو چندین نزدیکانم دوستانم هستن که چی میگن مسخره کرده یک جویا میشینیم مسخره میکنن تا حال فرزانه رو دوستان مسخره میکنن جوگی دختر میگن در فیلمی بله جوگی دختر بازی کردی تو لولی دختر بازی کردی میگویند میدونید به هر حال میگویند که تو از عهده نقشت خوب برآمدی شما نمیرنجید تو صدقاً دختری لولی هستی لولی بودم. خوب میتوانید یک اپیزود از انمی فیلم بیدیل یعنی نقش جوگی دختر رو انمی لحظه با کامرای من نگاه کنید و نشان دهید؟ یادم هم نمانده است و یک کوشش بکنید. وقتی که اونجا پدرم به من میگویند که ها باز هم با برخوتت خالی به خونه آمدی بعد من میستم و میگویم که از در به در و از کوچه به کوچه گشتن قوت هم نماندادا هیچ کس خیر کردن نخواهد ایدی من چی؟ از در به در و از کوچه به کوچه گشتن قوت هم نمو هیچ کس خیر کردن نخواهد ایدی من چی؟ маълумоти ҷолиб дар бораи клип тарона дар шоу барномаи шабоҳанг бо парвиз юсуфӣ шабоҳанг дар ютуб канали юсуфи тюб